سلام سلام سلام. امید است که جور و صحتمند و با من چی هر چیزی که هستین. دوستای عزیز، ما میریم دکانه کی؟ افغانای عزیز. خب افغانا چی عزیز چی میکنی پیش افغانا نه نگرد دفعه پیش تو یگان فیلم داشت گذاشت. عزیز است. دفعه پیش تو از دکان پاکستانی ها فیلم گرفتی، همه باز دادن که چرا دکان پاکستانی ها رفتی. برو از افغان ها حمایت کن. حالا میریم که از افغان ها راستی حالا میریم از این گپ افغان زده بود. میریم از افغان ها حمایت کنیم. خب بریم ویدیو رو میبینیم تا آخر که در ویدیو ما چی میگیم چی نمیگیم در مورد افغانا، در مورد دکان افغانا، چی دارن چی ندارن، در مورد همون ویدیویی که انداختیم، در مورد ویدیوی ایجاک بود، ایجاکس. بریم که بریم بیادرها دکان افغانا نسوار میگیریم. نسوار میگیریم؟ فکر نکنم که نسوار داشته باشه اینجا. 100% داره. از نسوارای سخت هم داره، از نسوارای چی هم داره، چی هم داره، کپک ده که میزنه. نه در افغانستان که میزنه بازه یک تفدانی رو پیش رویشون مانده. تفدانیش نیست. تفدانی نه نمیشناسی؟ خب یک قسم جور قطیه کسته در پیش روی خود میمونه، باز وقتی که نسوار زد بزرگ رو تف میکنه داخل از او رو میگه تفدانی، یعنی تف میکنه داخل از او رو تفدانی میگه. مکتبال تفدانی در دکان افغانی رو ندیدیم. خب بیا ببین پرسان کن مگه تفدانی داشت. بریم یک چلنج هستیم. چلنج ما چلنج میگیم، باز در اصل چلنج است. محمد اجمل چی میگه؟ چی میگه؟ میگه میره نسوار میخره. ببینیم نه یکی خود نسوار است، این خود مزاق کرده نه. ببینیم که اینا چی داره این دکان افغانا. اگه قلور تروش داشت بفهم که این قلور تروش چی است؟ اگه قلور تروش داشت بفهم که این مغازه افغانایی. نه قلور تروش چی است؟ قلور تروش چی است؟ قلور تروش میشه که سر تکمی طرف بکشی از غار این قلور تروش چی است؟ آنو قلور تروش باید باشه دیگه. ایرتی ها که خوب بفهمن قلور تروش چیه دیگه، شهرها مگر بفهمن دیگه چیه. نه خب نمیفهمن. از آرد تیار میشه و کمک چیز میرزن و گرجه چی میگن؟ گرجه رومی. بانجون رومی. بانجون رومی میرزن و خیلی ادویجات میرزن و از این چیزا میرزن. نه نخواد من که نشناختم دیگه را چه قسم باشه. خدا اگر نداشته شاید تنها ایراتی ها بشناسی که چی؟ قلور جروش؟ قلور تروش. قلور تروش. نه دیگه یکی دیگه میگه قلور تروش. ببینیم میریم پرسان میکنیم. گفتم قرار بود یک چیزی بگیره بیاره، باز بیام خرید 2 تا کیلا ما. کیلا؟ دیگه اون میخوردم خاله دیگه چیزی شد. از او که در رئیس ما خوب است، باز اگه یگان چیز بخوایم در سر کار باز میاره. یک چیزی بگیره. چه یک سرک هچ تو مازه میتونه یه صرف شو بیرون برای در جای افغانی بری، مثلا اگه تو گشنه هستی میخوای در جای افغانی بری، بر تو شاید قابلی بیاره، قابلی داخل موتور خورده نمیشه. بولانی یا بولونی بیاره یا شک بیاره یا منتو بیاره. مکدونالدز که هست میری یک دانه برگر هست، هر چیزی که هست فست فود هست که میخوری کیمیکال است، اتومات کل چیز مواد کیمیایی داره، اتومات میخوریشه. این چیز زیادتر چیز مواد کیمیایی داره، اگه غذا است، اگه میوه‌جات است، اگه غلجات است، هر چیزی که هست. نمیتونه نه اگر میتونم چرا نمیتونم؟ بخاطر قضیات نفوسش خونه است. نفوسش مثلا چند است؟ 35 میلیون. صحیح؟ کل نفوس کانادا اندازه تهرانه. نه اندازه تهران ها 35 میلیون نفوس داره، مثل تمام نفوس افغانستان، مردم افغانستان. این است. اینجا یک مغازه است، مغازه کاسکو. نه مغازه کاسکو یا بیان شده داره تقریبا $8 میدن. ما یک روز از یا پرسان کنم شما روز چند دانه مرغ پخته میکنیم؟ روز 700-800 مرغ پخته میکنیم. یعنی یک رستوران است مرغ بریان تانا پخته میکنه، توزیع میکنه. روز 800-700 مرغ اینا مفروشه. بریان میکنه مفروشه.
چند؟ دیگه 8 فکر دلار. کن. 8 دلار. من حال فکر کنم که در روز در کانادا چقدر مرغ خورده میشن. اوه. در یک کاسکو که قدر است. دیگه فکر چقدر کاسکوست و چقدر مرغ خورده میشن. او را کمیکال کلان نکنه و مرغا رو یک هفته ای تیار میشه. مرغ ما با ایران کشتارگاه کار میکردم خاله. به یک هفته رشد میداد. از یک هفته خوردگی خود میرسید به 3 کیلو. خده لگت خده تل پا خود میزد ایران نمیرفت. راه رفتن بلد نبودم. به خدا راه رفتن بلد نبودم. خیلی هم ضرر داره این مرغا. همه مواد. من اصلا همی گوشت مرغ هیچ خوشم نمیاد. میفهمید گوشت مرغ چی خوشم میاد؟ چکن وینگزش بس خلاص. همون وینگز و مرغ از همه جا از همه جا بدتره. اونم چیکن برست بعدم میاد که چکن وینگز؟ برست چرا ندیدیم؟ نه. برست. از چی بذار جان ما خیلی نکردم. تو که درایو میکنی پیش تا باید که پایین چه کاری بوده چه کاری بود؟ موتر فروز خراب نکن. موتر من خراب کرده خوب بیازو خوری. Go get your car yourself a car میگیرم صبر کار چند وقت. تو موتر بگیرم که دانتون واز بودم. انشالله. ای موتر سرواز بگیریم چطور؟ موتر سرباز نمیفهم ولی ما خودم باز یک موتر میگیرم من لیسانسم به یک موتر محمد بگیره یک موتر ما بگیرم یک موتر تو بگیری باز من موتر خب محمد میتونم دیگه میگیرم ایرده محمد میتی؟ ها؟ محمد جان تو موترهای مقبول ترک میگیرم از او فور و فور برای ما محمد موترهای چی با کونه به کار رسنه؟ که موتورسیکلت به خوب بگیرم موتور. اما تو موتر بگیر پشت موتورسیکل خود میتونم کنسترکشن میکنیم. ما کنسترکشن میکنیم که مواد چی را پرتیم داخلش نه؟ اینا مگر هم قیمتی بالای هم تیلی بالای هم هفتگی هفته $400 مگر بدی برید. همین بچگی که قدیم کار میکنم بخرید و بفرو. حالا برو. دیگه معلوم شد دیگه خب زیاد ماندیم باید برم طرف نان خوردن. ولی مصرف از اینا خیلی بالایه. کوکه او مای دوستا میفهمید چی نوشته بود؟ نوشته بود که فاکتور دو در چی در بیرق زندگی یعنی به خاطر از یا این گپ نوشته کردن که در کانادا زیاد قیمتی شده و همه چیز بلند رفته نرخش از خاطر یا بعضی از سفید پوستایش هم یک چیز نوشته میکنه چی هستن؟ ریسیست یعنی نجات پرست هستن صحیح کنین؟ آیسته اینه اینجا نوشته است آنو فاکتور دو ما دو را خوش داریم مقصد ما مهاجرین مهاجرا خوش داره ما خود مهاجرین کل مهاجرین دو را خوش داره دیگرها که بعد میگن مربوط خودشان بشه دیگه او که گفت فاکتور دو ما میگم I love you دو اینجا آمدیم دکان افغانا به نام چیز؟ یوسف کمپانی از امی کمپلش معلوم میشه که افغاناست خود کانادا اینی کمپل واقعا جالب از با خدا اینه بریم که چی داره واو سلام جور بخیر صحت خوب بخیر هست واو این دکان افغاناست به نام یوسف واو اینه کلاه افغانی با قرآن یک دو نزی میگیرم فهمیدی؟ یک تازی میگیریم 100% کلاه افغانی میگیریم خوب است حداقل چیزای افغانی جور کردن دارن اینجا کل چیز حلال است یعنی ده هر چیز حلال نوشته کرده در صابون حلال نوشته کرده در شامپو حلال نوشته کرده در کریم دستی مچ چیزی که هست حلال نوشته کرده دیگه اینی در اسکاربروست کسایی که مثلا ندیدن میرم برشان نشان میتونم دیگه اینجا آمدن میتونن هر چیزی که کارشون بود بخرم محمد سلامونه خوب است والا اینی قالین فروشی هم است چینک هم دارن ترموز هم دارن
یعنی هر چیزی که کارتان شد میتونن که اینجا شما بگیرین. چی هست؟ لیمون رک. به خاطر چی نام داره؟ عید، به خاطر عید مثلا میوه‌دانی. مربای هویج باش که حلال نوشته کرده یا نه؟ به خاطر از اینکه گفتن که در چی حلال نوشته کردن. نیمه نیدیم حلال نوشته کردنش. اینا هم دیگه اگان تفانم به خدا میگه گفت که در چی حلال نوشته کرده. اینا هم دروغ میگن، تهمت میکنن به خدا. اینه محصولات مرجان، سنجد، بیا قروت هم بگی. قروت. قلوتورش حالی نداره. امو چیزی را که تو گفتی؟ نداره. این قروته. این های قروت هستا؟ قلوتورش. غلور تروش نه دیگه، اینا ندارن غلور تروش. این چی؟ غلنگ. این چی نامشه چی میگین شما؟ غلنگ. مرجان کشته. کشته آفرین. این کشته. جواری. خسته. توت خسک هستی. این توت سیاهش سعیست ولی توت سفیدش خسک هست. چپنمک. چی؟ چپنمک. چپنمک چیه؟ شکرپاره. شکرپاره؟ شکرپاره چپنمک. نه دیگه من نمیفهم برای. حالا ترشک نه نمیدهش نکن متوجه هستم. صدای شاید به خود نمی پایت به پتاسه. ترشک زیام داره. $10 است. $10 نکن. اوجرم دیدم قروت، ایجرم قروت است. چیزای پاکستانی مثلا در افغانستان هم زیاد میمد دیری کریم. خوبش بخدا جالب است. اونو لوحهای مثلا اسلامی بسم الله نوشته است، الحمدلله نوشته است، قل هو الله احد نوشته است. هیچ چیزا نوشته است کسی کار داشته باشه نه به خاطر خانه یگان تا میگیره افغانا میگیره نه. یوسف زیادتر دیگه محصولات افغانی است نه؟ چای سبز. چای سبز ای کجایی است؟ چای سبز افغانیه. چای سبز آرش. بیز گرین تی. موزیک هم از ایران مونده چی مزه میده آدم. چادری میبینی؟ بسیار جالب است. چادری رکشا چپن ازبک. از او بگی از اینجا که پرچم. اینه پرچم افغانستان. واو عالی. در هر خانه افغان یک از اینا پیدا میشه. از یخ 100% است. خانه افغان پیدا نمیکنه که یک از اینا. اینو زایگو دامله. مجدر چرا ماده برنج مرجان؟ خب برنج مرجان و مجده جالب است. میگه برنج مجده تبلیغ. دیگه. یا توشک یارا گرفتی؟ گرفتم ما. توشک داره نه؟ توشک. دیگه بخار اینا دیگه بخار است نه؟ سایسین افغانایی که نه اومدن بلد نیستن. این دیگه منتود دیگه بخار دیگه برنج. اینه کمپلا. پایینش توشک است نه؟ نه توشک. پوشای توشک است و پوشای بالشت است. این توشکا امای اسفندش. خو این توشک ما فکر کردم خیلی قالنجک است. توشک است امای اسفند. امر اسفند است نه؟ صحیح. آدرس از اینجا گفته اسکاربرو. د اسکاربرو است. دوخت نیست دیگه فقط میگه دوخت خوبش نیست باش که صاحبش خبر نشه. توشکار فکر کنم. خب اینا قالینای دیگه ایرانی است و پاکستانی است و ترکی است و هر رقم است نه؟ افغانی هم دارن. افغانی هم دارن.
اون افغانی است، اون سرخ افغانی است. چیزای افغانی هم دور معلوم میشه که چه رقم است، کیفیتش عالی است. شاید قیمتترین قالین هم دمیجا افغانی باشه به نظر من. این دوستای عزیز، اینی بود دکان افغانی. بریم نال دکان دیگهش. اینی بخش دغه بل برخه ده د افغانانو، افغان سوپرمارکت او بصیر عزیزی بیکری. دا چې دی په هغه کې په تورنټو کې، اسکاربرو په سیمه کې، یعنی د کلچې کیکونه یو شی بل شی همدلته خرڅوي او دوی داسې قصې کوي چې ډېر داسې خوندور او د ښه ذایقه لري. مثلا ښه ذایقه لري، دوی هغه کوي، مثلا دوی جوړوي. که چیرې تاسو اخیستل همدغلته بیا راشئ، بصیر عزیزي بیکري او افغان سوپرمارکټ ته راشئ. خپل افغانان سپورټ کوئ، که هر رقم ته وي، که بد وي که ښه وي. ایما په نظر سره چې خپل افغانان سپورټ کو په هر ځای کې چې وي ښه دی. دې نه چې پاکستاني دوکانونو ته ورځئ او انډیان ته ورځئ، افغانانو ته راشئ. بل سره سپورټ کوي. نو دغه د افغان سوپرمارکټ او دغه هم عزیزي بیکري. ورځو مونږ عزیزي بیکري ته. مونږ افغان سوپرمارکټ کې کار نه لرو. که چیرې بله ورځ راغلو بیا به افغان سوپرمارکټ ته ننوځو، ویډیو به جوړه کړو. خو اوس بیکری ته نوځو. باش که ایراد بازار بریم. در ایراد بازار چی دارن؟ جای افغان ها دیگه اینجا. حالا گوشت حلال، نانوایی، مواد خوراکه، سایک جای را خو. سایه پاکستانی ها، افغانی ها، ایندیا. اینه افغان کسین چی است؟ راستی سالون کرایی نه نیدم. حالا نیدم. حلال نیت. اینه کرایی شنواری. آبا خدا جالب است. در کانادا کرایی شنواری. عدیبش کی است؟ چه خالی داره که یک شنبه خونی را خواهد. راستی؟ خواه سوپرمارکت افغان است. باش که شریخ واو. این سوپرمارکت افغان است. اسکاربرو د افغانانو سوپرمارکت په اسکاربرو کې دغه دی. جای نماز که چاته پکار ول جای نماز هم لري. جای نماز لري. حواله پول به تمام ولایت افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، دبی، چین و اروپا. واو. هر کس انگشتر کار داشت. او کاش که انگشتر رو خدا می آوردم. به خدا یکم که تنگ شدم اون رو باید کلام کنم. من ای از این انگشتر است که از چهارنو کابل آورده شده. در افغانستان مواد دیده. هر چیز جدید افغانستان مواد ملګرو. او ګورئ. مقصد از این چیز نگیرین. اگه میخواستن بگیرین باز از افغانستان میخوایم. دوستای ما برام میگیره. فهمیدین؟ دلار به افغانستان بره مردم. نه دیگه. این از چیز چینایی است دیگه. چوبای چینایی. سیخ کباب؟ آفرین چیزای چینایی نبود. سیخ کباب بود. خود طرف اجازه نداره. مسالجات. خب یعنی هر چیزی که کار داشتین حتما اینجا دارن. 100% دارن. به خاطر از اینکه هم به خاطر ایندیاسی، هم به خاطر افغانیاس، هم به خاطر پاکستانیاس. د ټول لپاره دی. پاکستانیان لپاره دی، افغانیان لپاره دی، ایندیان لپاره دی، ټول لپاره دی. یعنی هر څه چې په کار وي دلته شته دوی لري. خامخا لري. هغه سره کوم غوښه چې تاسو په کار وي، مثلا هغه د ډانوایي سره کوم ډوډۍ چې غواړئ کنه. ای گفتی چی اجمل؟ ها؟ ای گفتی چی؟ ای باید اختار کنم. ای به خاطر تشناب است. نه ما چی؟ آوخش میکنه نه؟ خب به خاطر تشناب گفتم نه؟ پلنگی. خب راستی. پلنگی. اما چیزی را که تو کار داشتی چی گفتی؟ قلور تروش دارن؟ ندارن؟ نه قلور تروش ندارن. چیزی را که تو گفتی ندارن. یا یک چیز ایراتی است. ما هم نفهمیدیم چی است. ولی خوش دارم ببینم شه. مواد الکوزای هم ایجاست نه. واو.
حتما یا انرژی لیکوزای هم داره 100%. انرژی 100% داره. انرژی لیکوزای 100% داره. تورین تو؟ آه خدا بریم تکسی کنیم. اینا کاراباو ستینگ رانی چیزای افغانی هست اینا مقصد. کاراباو افغانی است از افغانستان است ها. ایرانی از افغانستان است ستینگ نه نه افغانی نیست چرا افغانی باشه خب مقصد افغانستان هم فروخته میشه دیگه که دیگر هم دارن. گلای افغانی میفهمین اینا چی هستن؟ چقدر قیمت یک سفیدش $200 این سایکایی $200 دیگهش $280 $140 اینا به خاطر شیرینی خوری است وقتی که میره چی شیرینی خوری میرن نه نامزدی که میرن خواستگاری که میرن یارا که خود میبرن جالب است بقران شیر یخ فروشی را سعی کنین واو چوکی هایش هم هست عالی. Yeah. Do you want to search my channel? Yeah. من دوستا باز نگوین. Yes. Assalamu alaikum. I really miss Afghanistan. Afghanistan is my home country. You know, everything will happen with Turkey. This is to his homeboys out in and Afghanistan. It's my restaurant. It's basically my dad's restaurant. And yeah, we Yeah. support Afghanistan. Come eat here. Yeah. Do you miss Afghanistan? Yeah, definitely. What's your name? Aryan. Aryan. You? Zamir. Zamir. My name is Ajipal. Ajmer. Nice to meet you. Nice to meet you too. این رستورانت است؟ خب جالب است بخدا رستورانت هم است و اینجا آش وطنی. سلام خوب هستن؟ بخیر صحتمند جمعتان جور صحت خوب؟ آش وطنی سوپ مرغ سمبوسه وطنی یعنی اینجا کسایی که میان یعنی وقتی که فضای افغانستان سرشان میزنه یعنی افغانستان چی میکنن پشت افغانستان دق میشن باز جمعه دیگه اینجا میشینن یک چای میاره دیگه این چیزای افغانی هم در پیش روی خود میمونن دلشان دروغ گفتن دلشان چایخانه است دیگه مثلا چایخانه جور کردن دیگه قصه کردن میشینن اینجا هر کسی که مثلا خوش داره که قسم جای بیاین آدرس سکاربرو سوپرمارکت افغانه نه ایراد بازار ایراد بازار بیاین راستی بیا پرسان که چیزی که تو گفتی داره خوشکی کلور تروش بولانی گندنه بولانی کشالو بولانی سمبوسه خانگی نه سمبوسه نه بولانیش نه سمبوسه مزاری نه گوش دیگه نکنم مقصد گفته پاشان داخلش هست گفته پاشان آه بخدا چطور زیر خود ماده داشت جور میکنن تازه از کلاش خب دیگه چی دارین مثلا شما گندنه تازه این گندنه را گندنه افغانی است که ما میاریم خب با بولانی ما بولانی کدو هم داریم شامی کباب مرغ داریم شامی خود در خانگی آچار چی میگن؟ ترشی هم داریم چتنی هم داریم کلش خانگی است مثلا ما زیاد کوشش میکنیم که چیزای مزه خانگی باشه. ها این گندنه را مثلا شما که گندنه را که شما از کجا میارین مثلا این سوال برام پیدا شد تخمش از افغانستان میاریم اما در کالیفرنیا میکارن اینه در کالیفرنیا امریکا میکاره تخمش از افغانستان میاره بله حالا چرا اگه اینجا بکاره نمیشه والا چیز گندنه اینجا که هست یک قسم بوی چاینیزی رقم یک قسم بوی داره نه خود تخمش اینجا خودتان بکارین خب تخمش نه از افغانستان که میاد اون خوبتر است وقتی اینجا کوشش کردیم بله خب از لحاظ آب و هوا لحاظ آب و هوا جو گرمتره بخاطر از اکثرا این مواد از چیز میاره سبزیجات اکثرا از کالیفرنیا از کالیفرنیا میاد خربوزه از کالیفرنیا خربوزه هم بله خربوزه افغانی خربوزه افغانی هم زرد کلان که هست از اونام بله
بسیار عالی بسیار عالی. یعنی جا آچار آشک چیزار هم داره. عالی است، مقبول. خب